بیا جوش. کجا رفتی تو؟ چی مثلا کجا؟ بابا رفتم در گوشون بعدم من با تیراندازی می‌کنم. من برای چی رفتی؟ خب مگه مثلا غیر از این بود که میاد اینجا میشستی دیگه. حالا فیلم برداری میکنم بیخود. برای چی؟ خب مگه پشتی کردین؟ خب همینه آبروریزی همینه. فیلم برداری برای چی بکنم؟ خب صورتو بگیر نکنن. بفرما صورتو بگیر نکنن. آخه بابای من آخه تو این چه کاری می‌کنی؟ من بچه ندارم. در بچه دیدم بخوره فرنگان کی بخواد در بچه بده؟ شما چیکار کردی تو خونه؟ خودم درآمد شما هر روز که دایده مادرش داد یه خورده درآمد مادرم چرا باید جور پاستو در رو ببنده؟ یعنی چی آخه؟ چیزی دادیم به کسی؟ تو میدونی دیگه چیه دیگه؟ کجا میاد چیه؟ اون خیال با من سکه میدارم تلفن میکنه که میگه قالیچه رو بیاره بسم چیکار کنم برم از همسایه بگیرم میگم نه شرط گریه آخه کردم گریه اومد در مغازه همین امروز شد مگه نیومد این طرف مگه نیومد من نزدیک 400 اون علی باقا قصد کردم من بریم بپرسید بابا نمیتونیم بپرسیم شکایت کردم نیومدم رفتم پلیس شکایت کردم نیومدم یعنی چی تا کی میتونم تحمل کنم الان تقریبا نیمه ترک هستن روزی 1000 تومان بسی استفاده بکنن واقعا ما 30000 تومان اینا خرج کی باید بده بکنم در من اینجوریه هر چی کمتر بشونیم مثلا امروز دوباره چی برده 400 تومانی گرفته دوباره امروز چی برده من دیگه ضبط و رادیو اینا رو راش بردم دیگه دیدی ما دیگه نداریم گوشی تلفن ارزش نداره 200 تومن چند برده می‌دونی آخر من برنج خونه که مصرف بچه بوده